سادگی این تمرین رو نخوری و این تمرین رو مستمر و منظم انجام بدی. و اونم اینه دوست عزیزم، این تمرین رو صبحها باید انجام بدی. قبل از بیرون رفتن از منزل دفترچه‌تو برمی‌داری، یه جای خلوتی رو ترجیحاً خلوت برای خودت پیدا می‌کنی و شروع می‌کنی به نوشتن. دیگه راجع به معجزات نوشتن، قدرت نوشتن و تأثیرات قلم نمیخوام الان دوباره برات صحبت بکنم که چرا خداوند به قلم قسم میخوره. در قلم چه چیزی وجود داره که خداوند به هر چیزی که قلم می نویسد قسم میخوره. نون و القلم و ما یسطرون، به هر چی که قلم بنویسه.